سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز شنبه 26 می همراه شما. رئیسی نهاد مبارزه کننده با مواди мухаддири روسیه میگوید گروه давлати اسلامی از حساب فروش مواد مخدر پول به دست می آورد و فعالیت می کند. ویکتور ایوانوف، رئیس خدمات مبارزه با مواد مخدر در روسیه، در این باره روز 26 می در نشست در دوشنبه سخن گفت. او افزود ناآرامی در افغانستان همسایه با تاجیکستان همچنان زمینه را برای افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر مساعد نگه می دارد. مواد مخدر از افغانستان توسط مناطق ناآرام شبه عراق به بازارهای دوردست انتقال داده می شوند. در این روند گروه دولت اسلامی که بخش بزرگی عراق را تحت تصرف دارد از قاچاق مواد مخدر صدها میلیون دلار مفاد به دست می آورد و سپس برای تطبیق هدفهای جناییش این مفاد را مصرف می کند. نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در پایتخت تاجیکستان راههای مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند. در نشست گفتند کشورهای عضو سازمان طی 10 سال اخیر در 22 عملیات مشترک بیشتر از 10 تن هروئین، افیون و دیگر نوعی مواد مخدر را مصادره کردند. با سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تاجیکستان و روسیه، بلاروس، ارمنستان و قزاقستان و قرقیزستان شاملند. مقامات تاجیکستان میگویند به بیشتر از 400,000 مهاجر تاجیک خطر محروم شدن از حق بازگشت به روسیه تهدید میکند. با گفته مقامات این شهروندان تاجیکستان قانونشکنی مأموری صادر کردند و در صورت بیرون آمدن از روسیه و یا تکرار قانونشکنی حق بازگشت به این کشور را از دست میدهند. نمایندگان وزارت مهنت روز 26 می در نشست در دوشنبه گفتند تا کنون روسیه 276,000 شهروند تاجیکستان را برای قانونشکنی های گوناگون از حق بازگشت به قلمروش محروم کرده است. حقوق مهاجران کاری و طرح نوی قانون درباره مهاجرت در نشست شورای جمعیتی تاجیکستان بررسی شد که به این شورا سازمان‌ها و حزب و حرکت‌های گوناگون شامل هستند. بانک جهانی میگوید کاهش انتقال پول مهاجران از روسیه و ارزان شدن نرخ پخته و آلومینی در بازار جهانی امسال سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را سست می‌کند. این مسئله بین المللی مالی روز 25 می دورنامه اقتصادی تاجیکستان در سال 2015 را نشر کرد و گفت ممکن است سرعت رشد اقتصادی کشور در سال روان 3.2% را تشکیل دهد که در مقایسه با 2 سال گذشته کمتر است. با گفته بانک جهانی احتمالاً پول مهاجران تاجیک در سال روان تقریباً 40% کمتر می شود و این می تواند حرکت اقتصادی تاجیکستان و روند بیرون شدن مردم از فقر و کم بی‌ذاتی را سست کند. این زمان با گفته اقتصاددان‌های بانک در میان مدت اقتصادی تاجیکستان جان می‌گیرد و نه مثل سالهای پیشین که با سرعت بلندی رشد می‌کرد. مهاجران تاجیک سالانه از روسیه به کشور بیشتر از 3 میلیارد دلار می‌فرستند. یکی از نطاقان معروف شبکه اول تلویزیون روسیه میگوید از شهر دوشنبه بسیار خوشش آمده است چون به زادگاه شهری ادسه اوکراین بسیار مانند است. الکساندر گوردون که با همسر تاجیکش نازنین عبدالواسی و پسر 7 ماهش به دوشنبه آمده است روز 26 می به رادیو آزادی گفت به دیداربینی خویشاوندان تاجیکش آمد و امیدوار است برای تهیه فیلم به دوشنبه برگردد. یک فکر مشترک نوارگیری فیلم مستند درباره تاجیکستان، دوشنبه و پامیر را داریم. در اینجا چیز زیادی برای همسرم و خودم به هم آمده است. الکساندر گوردون مجری چند برنامه‌های پرتماشابین در روسیه از جمله برنامه گوردون کیخوت است. دلشاد نظرов گرزانداز معروف تاجیک اولین ورزشکاری از تاجیکستان شد که روحخت بازی‌های المپی سال 2016 در برزیل را به دست آورد. او در یک مسابقه بین المللی ورزش سبک در شهر استراوای جمهوری چخیا گرز را به مسافه 79 متر و 36 سانتی متر پرتاب کرد و جای دوم را گرفت. بعد این دستاورد دلشاد نظرов حق دارد در مسابقه قهرمانی جهان که ماه اوگوست در پکین برگزار می شود شرکت کند و بعداً برای رقابت در بازی‌های المپی سال 2016 در برزیل آمادگی بگیرد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.